قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حضرت فرمودند که اصل حب تبری از سوی المحبوبه. بله خب اول یه رفیقی نصیبش میکنه که عیوبش رو بگه بهش، این کار خوب نبود کردی یا اونجا خوب نبود، چرا این حرفو زدی، اونجا مناسب نی رفتنش. یه همچین رفیقی که با او اخن مصطفی، اول یه رفیق بیداری که مثل من غافل نباشه برای او نصیب میکنه. اطیب شیء فی الجنه و الذ اشیاء حب الله هست. در روز قیامت خطاب میرسد، آی مردم، اون چیزهایی که من به شما وعده دادم آیا شما دریافت کردید؟ بله یا ربی بله. خب حالا چی میخوان؟ حالا تو رو میخوان. خدا الهی زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین. زاهد که میاد ترک لذایذ دنیا رو میکنه چون حور میخواد، اما اولیاء خدا پروردگار رو میخوان. الهی تو رو ما میخوان. ان اهل الجنه لا یظلمون. اهل جنت قصه اولاد و ملک و منال رو نمیخورن. بر اون ساعتهایی که از محبوب ها، عزیز ها غفلت کردن، بر اون ندامت میبرن. الا علی ساعت مرت بهم ولم یذکر الله فیها عز وجل. بر این ساعت قصه میخورن عزیز دلم. قال الله و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.